تا دختر خیلی گوگولی هستن سال خودمون ولی خب محجبه. اینو به من هدیه دادن برای کوکی امام رضایی، تولد امام رضا. دستشون در نکنه واقعا، من با چشم دل خوب ازشون گرفتم ولی نمیخورمش. از هیچ کس نمیخورم، یعنی بی حجابم بودن نمیخورم. احتمالاً چیپ گذاشتن توی بدنمون. ولاگه. چی میگی؟ میگه سلفی نگه، میگم ولاگه. آها. ماست و خیاره توش تونه و نرمه. این هم بازیم قهوه تازه خورم، نمیدونم کجا قهوه باید قهوه تازه سمنانه. کس نمیدونه چیه. نشون بده. بچه ها به طرز عجیبی کانادا درای دارن. روش فارسی نوشته کوکو کانادا. واو. اینا متعلق به یه پسر بچه 8 ساله است، مگنت یخچاله. گفتن 15 تومن بذاریم که سریعتر فروش بره همشون. بله. بیزینس. اینجا بوکلنده و بیاین اینا رو بخرین. ترفند فروش. یه بازاریاب خوب ازش در میاد. برام تاینی گرفته. از این مگنت های یخچال است و خودش دو. بوجو قربونت بسامان مامان عزیزم. بوجو. خب این پیجشون منیو
و تست کولد برید. سم آستین میو نوبل و الان میخوایم چند صفحه‌شو ببینیم. وای چقدر جالب. میو نگاه کاغذ مملکت صرف چه چیزایی میشه. خیلی خوبه کاش بخرم. کافی ماه کامل برایتون گربه تجویز میکنم. این ژاپنی چی میزنن؟ به این کتاباشو چه خوشگله. خیلی واقعا یه نفر برای من گربه تجویز. برای دوستانی که دوست دارن منابع اصلی آیلتس اینا هستن. بهترین منابع. اینم خیلی خوبه. عشق استندی. years later. بیتا اومدیم برای اولین بار رخسافاری من امتحان کنم. خیلی جالبه. من تا حالا ندیده بودم کسی اونم خورده از اینجای رندوم. نه ایشالا تجربه خوب. نظرمو بهتون میگم. آنا داره با دست معمولا میخورن. حالا با چنگالم اوکیه. قرار من بردار عزیزم راحت باشه. سسات هم معرفی کن. تای داریم در سس سیر اومده. بله بله. نگاه به دوربین. خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. خوشمزه است. من امتحان کنید اگه نکردی. دخترها رفتن شرایط. آینت هم نشون بده. این سلیقه منه. آره از بیتا دزدیدمش. من از بیتا بخرتش. و اینجور بوده که من آینه ندارم و فقط هم یه دونه از این مدل بود و من یه کاری زشت کردم و از بیتا قاپیدمش. ولی بعد یه دونه براش خریدم. ولی بعدش برای خودم یه دونه خرید. از این کارا نکنید بچه‌ها. امروز میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم. خب خیلی کاربردیه و هم برای iOS هم برای اندروید، حداقل برای سامسونگه. خب با همون دیالوگه بگم. آره بگو. خب مثلا من و آنا با هم دیگه رفتیم بیرون و آنا میخواد دنگشو بزنه به کارت من و از من میپرسه که شماره کارت تو بهم بده. منم بهش میگم نه لازم نیست بابا، مهمون من باش. ولی ته اینا تعارفای آب همومی براش شماره کارتمو میفرستم. اما میدونی چجوری؟ خیلی راحت. بیاین بهتون نشون بدم. اینجا تایپ میکنم ملی و یه دفعه شماره کارتم ظاهر میشه. تکنولوژیا. حالا میخوام بهتون یاد بدم که چجوری شماره کارت هم بعداً چیز کن، یه بلار کن. بچه‌ها هر چقدر دوست دارین بزنید به حساب بیتا. با من تقسیم میشه برای حمایت از چنل من. برای حمایت از چنل من به این شماره کارتی که دیدین یه مقدار حالا هر چقدر دیگه کرمت. آره دیگه. خب برای انجامش هم میریم توی ستینگ موبایل، تو قسمت سرچ میزنیم تکست
بعد توی iOS توی سامسونگ اسمش تکست شورتکاته، روش که میزنیم این پایینه. بعد اینجا از گزینه اد اول اسم اون چیزی که میخوایم، مثلا بانک پاسارگاد. بعد اینجا شماره ها رو میزنیم دیگه، حالا هر شماره ای که هست. بعد اد که میزنیم دیگه این به اون اسم، نگاه چجوری نوشتمش دیگه به این اسم هر جایی موبایلتون، چه تو واتساپ باشه چه تو تلگرام باشه، هر جایی باشه شما میتونید اون شماره رو فوری برای خودتون ظاهر کنید. عالیه. هک دیگر، تا آموزشی دیگر بدون. که بچگیامون داشتیم هیچ وقتم کف نمی‌کرد. چقدر الان ادایی شده. خیلی. ها اینجوریا بود که ما اینجوری هم داشتیم. بود. آره مال ما اینجوری بود. مال من همش ریخت تو کف کیف. رژ لب مکه‌ای. مکه‌ای رنگی. وای استندی قلابی